Ja. شرمندم کردی. تزریتان کم که باز عواشی کردین. دوستم زود روز داشت. بچه ها شوخی کردم. من خودم اینو نفهمم. پگاه چه بچهش مینا نگاه میکنم. با چت میفهمونی. از پگاه پراوت بیکار میشود. ما هر چی را برای تو اجازه دادیم دیگر بس. خیر. کار همسیفت پگاه میبینیم. صبح خیر داده جان. صبح خیر. ما هیکل می. صبح خیر. بخیر. خب امروز ما چی برنامه داریم؟ بچه جان ما با اینجا استراحت اومدیم کو. ما زنک استراحت کند. یک ماه پس باز به درسش مشغول می شود. ماجسی خور. سلام مهرو. جان دلم اصل همساس؟ یگان نوشاکی تشکیل کنم؟ نه نمی نوشم. با جای وعده کردگی میریم. یک لحظه حاضر امیر جان چیزهای مرا جمع کن. باز همون خالیگم. کی؟ علی. چه؟ تو راست کای میشناسی؟ دیروز مرا تا خونه گسیل کرد. اونقدر بچه بد هم نیست. سلام. سلام. تو هر روز با اینجا میایی؟ نه از وقتی که تو رو دیدم روزم دارم اینجا میگذرم. شهر زیبای شما با من خیلی خوش آمد. عروستی؟ بله. پری میدونی میخواستم تو زیادتر شناسم. چی گویم؟ ما با اینجا یک ماه به استراحت آمدیم. در اویله 4 نفریم. پدرم در پروکراتور گنرالی کار میکند. مادرم خانشین. برادرم جاوید باشد صاحب کار است. و من. سال گذشته چی کار میکردی؟ نپرس. قریب که ما رو به شاور میدادن. بعد چی شد؟ خوش ناومد. با کی؟ با خواستگارها. تو شوخی بکنی؟ با مادرم. پری تو گوشته نمانگی؟ یگان چی باشد میخورم. سلام علیکم خوش آمدید. چخیر تمام؟ خوب تشکر. نه علیکم کلیت ماشینتون. کارات بود شد؟ بله رها. شناس شو. این کس پری. پری این کس کمال. من هم یک وقتا در اینجا کار میکردم.
خوش چی میخوری؟ با من هنه این دویومش. با من چون پیشتره. در اصل تماما شخصی دیگر بوده ای. احتیاط شو با عاشق نشوی. اینقدر خودت دوست می‌داری؟ تو را زیادتر. با گمانم که مادرت نگاه دارد. شبی خوش. شبی خوش. بین بنده تشکر بشه بیایی جواب تست پوشت شده بیا علی چی شد؟ هر دفعه غالی میبر اومدیم؟ شاو خوب کردم با فکرم از صبح همین است تو حتی دروغ گفته هم نمیتوانی کنی گپ زن و کیست؟ کی استاد؟ خودت خوب میدونی که من چی رو در نظر دارم بگو که عاشق شده ای تو به وی گفته ای که او رو دوست میداری حالا نه پس چی رو انتظاری؟ رو گپ زن که او رو دوست میداری و دانسته باش عشق به کس نیرو میبخشد حتما همین روز گپ میزنم یا علی؟ علی سلام سلام ما کی بود؟ اکرم تو چی فکر کردی؟ هیچ نه پری من با تو گپی جدی دارم
میخواهم با تو بخورم. مایلش بعد از 3 ساعت در چونچه خراب نزدیک خب کن. مایلش مالش. دایدو لاتیجا خونه مهرو در همین وقت ساعت دیدی کاری مهم داریم و چه میدونم ها التیموس اکا جون من با وعده دادم یک روز در خونه شنی و بول میشود التیموس اکا جون شیطانچه اکش خودم با دستم میبرم با دستا گرفتم یورو فهمیدی؟ فهمیدی؟ رفته های خوبت نبرد اگر 5 دقیقه دیگه دیر میکردی ممکن میبخشی دیر کردم خیلی انتظار بودی پری اگر لازم شود من تو رو 1 عمر منتظر میشوم. از کجا نبودنت رو فهمیدم ولی چطور به اینجا اومدی نگفتی 7 سال پیش پدرم رو از طرف کار به اینجا گذراندن. ما یک جایه به این شهر کوچیده آمدیم. 2 سال بعدی آمدن پدر و مادرم به صدمه نقلیاتی دچار شدن. پدرم همان روز وفات کرد. مادرم باشد نیم فلج شد. علی میبخشی من نمیدونستم تو با من گپی مهم داشتی پری من خیلی اکتیوری خوبی من رو دوست می‌دارم. اینقدر وقت در کجا گفته بودم کو با مهرو میخوریم کاری مهم داشتیم دروغ نگو من به مهرو زنگ زدم مهرو در خانه اشا نبود برای چی به من دروغ گفتی اوه چی به شما با من مثل موینده رفتار میکنید مگر من نمیتوانم آزاد باشم با کسی واخورم هم صحبت باشم آخر شما مرا در همین خانه بستنی هستید به سری من داد نزن هر کاری که میکنم به فایده تو هست نمیخواهم که دروغ گفته شب گردی کنی و خدا میداند که با کی پری در جانم زدید ایست من گپم تمام نکردم میدانم که با کی بودی نه همین خیل گشتن گیرید ما سر کردی
شرمنده که شدیم انا آن وقت میگوید که باز سر کرده. میمونه همون دختر به حال خود. یک بار دخترتون پرسیده در کجا بود، از کجا آمد، ساعتی چند آمد، یک به ساعت نگاه کرده؟ گفتم که وای دختری به عقل است، او را من تربیه کردم. یک تا با عقل شمایی و یک تای دیگرش دخترتون. زنک 25 سال عمر خود دیدی. من نخوردم، خوردن در پیش. با تو بحث کردن فایده ندارد. خوبی خوش. شرم داشته باز خوبی خوش میگوید. پدر شده بور. علی جان. لبنوشا جان. درود بچه. حاضر. بس شد. بس علی جان. بس بچه. مرحمت. خدا را شکر. خیریت. نامش چی؟ نامی کی؟ از چشم آمد. فهمیدم که عاشق شده ایم. کیست آن خوشبخت؟ راستش رو کن. چی نام دارد؟ اوچه جان، منم ممکنه را فکر کنیم. عزیزترین برای من شمایی مادر جان. چی نام دارد؟ پری. دادش در وقتش اومدی. صبحانه تیار. زنک 2 کیلومتر دویدم. مانده شدم. یک شربت ریز. حاضر. انا ملکه خوبانی ما هم از خواب بیدار شد. فراز صبحانه تیار. با دخترتون گپ زنید. صبح بخیر اوچه جان. صبح بخیر. اینقدر خوش رو شدید؟ صبح بخیر. من فهم رو حالا تمام نکردم. پدرت هم میخواهد با تو گپ زنه دخترم. او چی نام دارد؟ شما کی را میگویید؟ دیگر من میدونم مادرت هم دروغ نمیگوید. دل اوی حس میکند. پس چیزی را از ما پنهان میکنی. اینقدر خودتون از ساده نگیرید. مثل پدر با دخترتون گپ زنید. خودت گفتی که گپ زن. من گپ زنم آخر. من پرکرارم یا تو؟ خوش پری گوش میکنم. نامش علی بکسیار است. این گپی دیگر بعضی چیزها رو فهمیدن ممکن. پدر و مادرش چیکارن؟ پدرش وفات کردگی. مادرش باشد به بیماری سخت گرفتار است. کار میکنن؟ حال جای کاری دائمی ندارد. فهمم. خیر من همون میروم. صحبت رو بعد دوام میدهیم. دخترم حتی جای کاری انیق ندارد. پس او تو رو چه نگاه بین میکند؟ آخر من و پدرت در شرایطی خوب شما رو به وای رساندیم.
پدرت شب و روز کار کرد تا اینکه شما صاحب همه چیز شوید. برای چی شما همه چیز رو پول قطعی چین میکنید؟ مگر من نمیتوانم با دوست داشتم باشم؟ یا تو دوست داشتن از کجا میدونی؟ گوش کن دختر، من به تو میگویم تا آن زمانی که در این خانه هستی پولی مکتب، خورد و خوراک، سر و لباست رو ما میدهیم، ما جوابگریم. بعد غلط میکنی که همه چیز رو با پول چین میکنند. اگر پول داشته باشی همه در گیردت پرونده شده میگردند. بعد یک بار فکر نکردی شاید او از روی هوا و هوس رو استفاده کنده؟ خدا، چی به همه چیز برای شما اینقدر شبهناک است؟ پری ایستو، من گپم رو تمام نکردم. پری آمدم که بکست رو بینم. زور خیر دورم در بریم منتظر شم. بازر من لباس ها رو یاز میکنم میایم. خوب. پاپاره اینجا است؟ میخوام با مادرت شناس شوم. جدی میگویی؟ میخوایی با مادر من شناس شوی؟ هم میخوام. خوب رفته؟ سلام آشا جان. سلام باشه. اومدی؟ چخیرین؟ خوبین؟ همین که تو اومدی خوب میشم. شناس شوین. پری. السلام. السلام. بیا پری جان. بیا جوشی. بیا شرم ندار. بیا. عجب دختری زیبا. بیا کن پری جان. بیا بوسم بکنم. بیا. الهی خوشبخت شوی. پری رحمت که پیش مادرم رفتی. باور کن سرم به آسمان رسید. خیلی خوب شد. عجب زنی مهربان است مادرت. خیر تو پگاه؟ شبت خوش. شبی خوش.
کجا بودی دختر؟ از فکر زیاد که یگان بلای نشده باشه دلم به زدن در اومد. خب برای چی مرا عذاب میده؟ با علی بودم. حالا در خانه هم کو؟ خوب من و پدرت مصلحت کردیم. علی رو دیدنیم؟ نخود. آچه جان شد تو حکیمه. روزی زود روزی پدرت حتما دعوتش کن. مایلش. یا لحظه خاموش میخوام از تحت تبریک کنم استاد محترم اکی بلو برو برای شما تمام خوشبختی سلامتی عمر دراز و خواهانم. تشکر. سلامت باشید. تبریک. سلام علیکم. چی گپ شد؟ منی به عقل فراموش کردم به تو گویم که مادرم از تورت الرژی سخت دارد. به من ده به من. سلام علیکم. زود روز مبارک. سلام. تشکر پسرم. بیا درا شر ندار. بیا. سلام علیکم. شناس شوید. نام این جوان علی. خلاص توی تمام شد. مصلحت کرده که تورت عروسیمونه یک جای میخوریم. خوب مهمانا رفتن. تورت بریدم. نموند که اول من چشم. یک بریده خورده بود که پرتو دختر. انا از همان وقت ما در خانمون نه تورت میخوریم و نه تورت میخریم. علی به تو چی ریزم؟ برای چی او رو دعوت کردیم؟ نمیخواهم که عضوی این اویلا باشد. یا از خودشم بیزارم از تورتشم. از حد نگذرم. از چشمش معلوم است که بچه خوب است. من نمیخواهم که دخترم با او یک جای شود. او همیشه در نظر من او باشو بیکس است. پوچه کنده. ولی خیلی من میروم. نمیشینی؟ مادرم بیمار است. باید نزد او روم. خیلی مهرش خوب. علی پاگوو میخوره؟ نمیدونم. شاید. خیلی. خوش آمدن مهمان. مرحمت گیرید. کاری کرده کردی ها زنک. بیا بچه. شی درباره پری چی نگفتی بچه؟ نمیدونم اوچه. من پری رو دوست میدارم. لیکن مادرش زید است. گپوشو با شوهرش شنیدم. پوری تحقیر. نه خود نبینند که تو چقدر دلی صاف داری بچه. نه اوچه جان. پاکدلی برای آدمانی سرپر و وظیفه دار هیچ ارزشی نداره. این دنیایی که ما زندگی میکنیم تنها برای آنهاست. دل مانده نشو بچه. رزق تو برکت تو به همه میرسه. اگر پری در حقیقت را دوست داره هیچی پیش راهش گرفته نمیتونه.
بچه آخر تو باوچه او خونه دور نمیشه کن. سلام علیکم. و علیکم. انتظار نبودم که اینجا میایید. درباره تو و پری گپ زدنی هستم. مایلش مرحمت به خونه میگذاریم. بیایید. مرحمت به خونه گذاریم. رحمت همینجا می ایستم. چی گپ است؟ پری خوب است؟ خوب است. اگر او رو به حالش میگذاشتی باز خوبتر میشد. دیگر از پسش نکرد. اپا میدونید که این چیز امکان ندارد. گوش کن علی. تو و دختری من جفت مناسب بوده نمیتوانید. همچون مادر خواهش میکنم او رو به حالش گذار. خیر ما یکدیگر رو دوست میداریم. شما دوست داشتن رو از کجا میدونید؟ این همه گذشته میرود بعد یک سال. پری تو رو دوست نمیدارد. همه این هوا و هوس بود. گذشته میرود. میبخشی اپا. کم باشد باز میدهم. محبت من حقیقی است. فروخته نمیشود. علی تو خودت میدونی که ما از اینجا میرویم. باید رو چنی کرپا درست کن. در رو نشانتیان یا خودتان میابید؟ تو چی؟ فکر میکنی که پری مادری فلجی تو رو نگاه بین میکنن؟ خواب! با مادری من نرس. مادرم رو نرس. افسوس که امروز مهمانم هستی. من گپی گفتم رو گفتم علی. پری؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ اومدم که تو رو بینم. همون شب چیزی نگفته رفتی. بزلی مشقتم رفتم نبودی. چی گپ؟ علی مناسبتمون تمام شد؟ نمیدونم پری. بگمونم که سزاواری تو نیستم. چی مجبورت کرد این خیل میگویی؟ مهری من به تو کم است؟ خانه ما رو بین. زندگی ما همین است. تو از این دایره نیستی پری. تو همه چیز رو داری. ما برای زندگی کردن هر روز جان میکنیم. مادرت درست میگوید. من سزاواری تو نیستم. به فکرم باید به خونه روی. پدر و مادرت خواتیر میشن. من میدونم که تو چقدر زندگی داری. برایم فرق ندارد. برای همین من اینجا اومدم. نه پری. بازی این خیلی میگویی. بعد میخوایی که چی میخواهم؟ بعد پشیمان میشوی که چرا گپی مادرت رو نگرفتی. ترسونچک، اونقدر با غیرتم نبوده ای. چه خیلی گمون میکردم.
الو من علی چی؟ کی؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد گوش کن از احوال علی خبر داری؟ بله قریب هر روز رفته از احوالش خبر دارم. خیر هیچ گپ نیست. شاید فردا با دیدار بینیش میروی. خیر. سلام. بگو جان خدا درم. علی من نمیدونستم. نفهمیدم. تازه مرا قبول کن. تو برایش فرزندی عزیز بودی. ما با دوشنبه می رویم. روی سفید. علی گفتم که من نمیدونستم. دیدن نمیخواهم من. رو. اکو اینجا هر کی سمکی خودش همه برداره نداره؟ یگان کس هست؟ سلام باشه جون. در خونه یگان کس هست؟ تنی فیروت کنی؟ آقا فیروت برم. سلام علیکم. سلام علیکم. علی پیرمرد شما؟ بله. من احسان المرادوف. کارمند تاجیک سورتا. مرحمت میگذاریم اکا. تشکر. تعزیه مرا قبول کنید. خداوند مادرتان را روحش را شاد گرداند. من باید قید کنم که مادرتان پیش از وفاتش حیاتش را برای شما سوگوارته کرده بود. سوگوارته کرده بود؟ موافق قانون ما عهده داریم که برای شما 100,000 تومانی سپاریم. شما می توانید روزی دوشنبه به اداره آمده پولتان را گیرید. مرحمت. در حقیقت گل‌های زیبا داشته. سلامت باشید. یک چای نوشم اکا جان. تشکر.
خوش آمده. سلامت باشید. احتیاط. استاپ. بنده. سلام بچه‌ها. من اینجا. سلام استاد. او سلام علی. ها علی خوش آمدی علی خوش آمدی. آفرین. چخیر. زندگی میشود معدم استاد لبه میخواهم مشق رو سر کنم. خواهش داری؟ بله. فقط وقت رو کمتر باید دادی. میدونم. خیرش گم نه. راو تیار شده بیا. دوام دادیم. آیستا. دروید. اجازت. ها فیروز درو. السلام علیکم استاد عزیز. سلام. شما خوب هستین؟ رخصتی چه خیلی گذشت؟ شکر استاد جان ناز گذشت. امروز زودروز ینگت است. من باید بر وقت روم. یکی از روی خطی تبریک کننده ها خط نزنم. پگاه با میخوریم از سفرت نقل میکنیم. زودروز ینگه رو ناز گذرانه. акай Билол шумоед? имрӯз янгамро зудрӯз дорам дар инҷо. шумо моро намепоед ку? Не ака, як суроғаро ҷустуҷӯ дорам. хостам аз ягон кас пурсам. зудрӯз муборак янгамулло. ташаккур. шабтон хуш. то боздид. саломат. جوانی خوشقد و زیبا ها؟
иҷозат мепурсам аз ту ҳам парӣ дар пеши ин оилаи бузург мехоҳам маро ҳам дар паҳлӯи парӣ ба фарзандӣ қабул кунед. ана ин тӯҳфа кани ин алмоси тозае. духтарам ина бин, алмоси тоза. дадеш ина бинед, алмоси тоза. вай вай, духтаракам, худо насиб кунад. розӣ ҳастӣ? худо қуршапир шавед. дадеш? дада, ман ба шумо нагуфтам. маро паго аз тарафи донишгоҳ барои таҷрибаомӯзии якмоҳа ба хуҷанд равон мекунанд. худаш чӣ гап парӣ? нақшаҳои мо дигар ку? лекин ба ин ҷавон чӣ ҷавоб диҳем? ҳа ё не? оиди ҷавоб бошад, пас аз хуҷанд мегӯям. аз хуҷандам дур неку охӣ. хонамон ҳамонҷо холӣ. равад. ту овозата гир. хуҷанд дур нест. ба ҳар ош қатиқ нашав. аз бисёр гап задана овозат гирифтааст. хуҷанд, хуҷанд. мо медонем дур ё наздик. бас. ту чӣ мегӯӣ? дада, гуфтам ку ҷавобашро баъд аз хуҷанд мегӯям. ман бояд фикр кунам. ману падарат маслиҳат мекунем. розӣ мекунам дадеш. боз гуфтаниам ки ман ба шарофати шумо ба ин вазифаву мартабаи баланд расидаам. бас аст. пас аз баргаштани парӣ боз маслиҳат мекунем. майлаш парвозам сар шуд. хай дадаҷон. майлаш очаҷон. худата эҳтиёт кун. шумо ҳам. хай ман рафтам. майлаш ман париро то даруна гусел кунам. همون خیلی بود؟ بله امان بود. алло салом ман дар хуҷанд дар қаҳвахонаи висол бо моҳрӯ чӣ буд майлаш ки буд пирӯз фирӯзаш ки буд боз як маҷнуни дигар аз куҷо онҳоро меёбӣ ман не онҳо маро меёбанд ассалому алайкум салом салом фирӯз ту дар ин ҷо чӣ мекобӣ
تو نمیدونی که مجنون همه وقت در جستجوی لیلی است؟ از کی با من لیلی تو شده؟ خب نباشد من با شما خلال نمیرسانم. بعدتر میایم. یک جای میشه؟ اومده. اومد. راستش رو بگویم در این شهر بیگانه تنها نمونی گفته اومدم. این شهر بیگانه نیست کو؟ من در باری تو نیستم کو. اگر شهر خودمونم که باشد. یک بارم در یادت نمیزنم ها؟ کارهایم بسیار بود. از این طرف هستم. آنا نگاه کنید. آنا به همین جا ضربه سخت رسیده است. چی؟ یگان عاقبت بد دارد؟ شاید به حالت اوله برگردد، اما احتمال دارد که خاطره‌اش را فراموش کند. چی؟ او مرا و حتی یار و دوستانش را دیگر نمیشناسد. بدانید در ساحه ما هر معجزه شدنش ممکن. دیگران طرفش دست خداوند است. فکر نمیکردم که تو رو در این حالت میبینم. اینقدر زیبا شده.
از کجا فهمیدی که من در اینجا هم؟ و تمام تاجیکستان میدوند که تو در اینجایی. درد میکند. تو آمدنی تو درد میکرد. اما حضیر تماما از درد مانده است. گویا از نو زنده شده باشم. پری رحمت کی اومدی؟ او مبارز سلام کنی یا آفرین خیلی تو سلام علی جون کجا با؟ سلام علیکم من همینجا یک درویم پیششون حاضر یک دقیقه سلام علیکم دکتر و علیکم السلام احوال علی چطور بد نیخ است لیکن در ساحه ما خیلی واقعا کم روی میده اصلا ما باور نداشتیم که او زود باهوش میآید اما دلش بکار است ممکن است ما میتونیم رو ببینیم میتواند اما از 2-3 دقیقه زیاد نه ببر باید استراحت کند سلامت باشید وای بچه‌مه علی جون چی بموندید اینقدر لط کنند شمایا ورزش همین باشد دیگر نروید بچه بیچاره قریب میکشتتون یک بار دیگر همین خلط کنید علی جان ادا اپا جان آرام شوید همش خوب میشود خوشحالی خدای رو خیلی اسم میکنی همش خوب آفرین اپا جان گوش کن ما باید اینجا رو زودتر خالی کنیم هوای تازه لازم ببخشید بیاید بچه‌ها ببینیم همش خوب میشود زیر نشود چقدر سلامتی هم شکر چشمانه رو میبینم حالش من دوسیل کنم میبیم مالش مبارز جان انا شوربا هم تیار شد انا گیر مانا جانم چی خیل با مزه تو خوردن گیر من بالی جان هم برم بوی به مزه گوش نشدی من شورباچه پختم کنی مزه شو چش کنی
پری تشکر که مرا در این لحظه دشوار تنها نگذاشتی. او وظیفه دوستی همین است. من گفته بودم که سزاوار تو نیستم. تو باید روی پری. چی گفتی؟ این همش دروغ است. تو نشان دادنی که مرا دوست می‌داری یا می‌خوای رحمدلیت رو به من نشون بدی؟ خب کن. بزن. Рассказывай, как живешь? Как я тебя давно не видела? О, что, домой? Шамадян. Как? А ничего, хоть Все нормально. Как с музыкой? Пожалуйста, Все нормально. сейчас сделаем. Ну-ка, давай что-нибудь такое. Че, Алиджон? Чемпиони мо, че, саламати у нас, хамаш нас, хуш омади. Ай, он хизмат шуд, мо ҳамиҷа. Салом. خونه خوشبختی شاید به من تو خوشبختی میارد. یک دقیقه من به بیرون برام. ба фикрам арӯси як одами дигара нигоҳ кардан аз рӯи одоб нест. Айкай бой арӯсти шуда. ту мехоҳӣ фаҳмидан аз кай боз? Hocam, aşma mazarat می‌خوایم یه جایی جنجال نیست. خوشمندیم به جای خود گذارید. اینجا میهمان‌ها دامگیری آمدگی هم. اگه اشما معذرت می‌خوایم این صورتی خوش بشیم.
چی با نگفتی که دیگر کس دوست می‌داری؟ عجب احمق مامان. کوربرین همه این پیش چشم من نمیدیدم. من با تو باور کردم. تو حالا هم از چشمانت معلوم است که او رو دوست می‌داری. چرا نگفتی؟ چرا پنهان کردی؟ گپ زن آخی. میبخشی فیروز. میدونم باید میگفتم ولی نمیدونستم چی خیر. من میخواستم او را فراموش کنم ولی نتونستم. همیشه با گپی پدر و مادر میکردم. برای همین راضی شدم. من او را دوست میدارم. خوشبخت باشی. اپا جان این چی؟ این همچون می نداری من با شما. علی جان این خیلی نکنید. گیری سلیمان تو نفس خونه این کلیدی خونه ما. خونه رو کم کم نگاه کنید. خب؟ خیر ما رفتیم. خودتون احتیاط کنید. مایل است. خیر مبارز. علی علی سلام دخترم. کجا هستی؟ اون مادرت به یادت میزنده؟ سلام اوچه جان. نه شما همیشه در یادم هستید. اوچه جان من به نزد علی اومدم. چی؟ باز همان علی؟ فیروزم همش رو میدوند. او ما رو فهمید. اکنون شما هم ما رو فهمید. اوچه من دیگر خودم فریب کردن نمیتوانم. چی؟ چی گفتی؟ اوچه اگر علی نباشد این زندگی به من لازم نیست. فهمونید شما. دخترم مرا گوش کن. انتخاب تو علی است. ها دادا جان. نباشد دخترم صدای دلت را گوش کن. اگر در دلت در قلبت نام علی باشد ما با مادرت راضیم. دادا جان من میدونستم که شما ما رو میفهمید. ولی به هر پستی و بلندی زندگی دچار شدی این انتخاب خودت بود. از ما فقط دعا دخترم. تستر بیا از قفای توی میشویم. شما بهترین پدرید. شما چیکار کردید؟ او چیکار کرده؟ خب این انتخاب خودش است. دیگر یگان چیز فایده ندارد. فراموش کردی که من هم یک بچه عادی بودم. مادر تو هم راضی نبود. خدا را شکر که زندگی ما بد نیست. همین طور. علی جان علی در رو کشو. علی های چی بهوده درم میکوبید؟ با من علی جان در کار میبخشید. علی برفت کلفه نمیبینه چی؟ کجا رفت؟ کی میبیاد؟ کارتون چی؟ رفت گفتم رفته؟ هجایی بودید شما؟ التیماس خاله جان با من علی در کار. چوربه پاییزش هست از پشتش دوید میرسید. زود به ترمینال های کنید.